تا حالا به این فکر کردید که مغز بچه دو زبانه و چند زبانه چطور کار میکنه؟ آیا این بچه ها نبوغ مادرزادی دارن که میتونن بین چند تا زبان در طول روز جابجا بشن، یا اینکه یک مهارتیه که تونستن کسب بکنن و عملکردی داره مغزشون که متفاوته با بچه تک زبانه؟ مثلا فرض کنید بچه‌ای که مادر فارسی زبان داره، با مادرش فقط فارسی حرف میزنه، از اون طرف پدر ترک زبان داره، با پدرش به ترکی صحبت میکنه و این خانواده توی یک کشور انگلیسی زبان زندگی میکنن. یعنی بچه باید به زبان انگلیسی بره مدرسه و درس یاد بگیره و با دوستاش ارتباط برقرار کنه. یا حتی بچه‌ای رو تصور بکنید که توی ایران اصلا بزرگ شده، در محیط 100% فارسی زبان رشد پیدا کرده و با خانواده‌اش کاملا فارسی ارتباط برقرار میکنه، ولی این بچه از بعد تولد در معرض انیمیشن ها، کارتون ها و موسیقی های انگلیسی بوده. این بچه یه جورایی زبان بازی و تخیلش شده انگلیسی. وقتی با خودش داره بازی میکنه یا با خودش حرف میزنه و خیال پردازی و داستان پردازی میکنه، به انگلیسی فکر میکنه. همین بچه وقتی که میره توی مدرسه و میخواد با دوستاش بازی کنه، میبینه که زبان انگلیسی نمیتونه زبان ارتباطیش باشه، چون دوستاش حرفاشو متوجه نمیشن. سریعا بچه اینو متوجه میشه و دوباره جابجا میشه به زبان فارسی که بازیش رو هم به زبان فارسی ادامه بده. خیلی عجیب نیست؟ بچه از کجا میدونه که چه کلمه‌ای مال چه زبانیه و چطور اینا رو تفکیک میکنه؟ حالا یه تحقیق خیلی مشهوری هست که اومده روی این مسئله مطالعه کرده که ببینه مغز این بچه‌های چند زبانه و دو زبانه دقیقاً چه تفاوتی با بچه‌های تک زبانه داره. اومدن به دو گروه از بچه‌ها که گروه اول بچه‌های تک زبانه و گروه دوم بچه‌های دو زبانه بودن، یه سری جمله دادن که یه ذره مسخره به نظر می‌اومدن. مثلا جمله که apples grow on noses و به بچه‌ها گفتن که به نظرتون این جمله درسته یا غلطه. تفاوت خیلی جالب اینجاست که بچه‌های تک زبانه یه همچین جمله‌ای که مثلا سیب‌ها روی دماغ رشد میکنن رو گفتن که خب خیلی این جمله مسخره است و خنده‌داره و هیچ توضیح اضافه تری نمیتونستن بدن راجع به این جمله. ولی جالب اینجاست که بچه‌هایی که به دو زبان یا بیشتر تسلط داشتن گفتن که این جمله از نظر معنایی خب معنا نداره، ولی از نظر دستوری یه جمله کاملا درسته. یعنی فعل فاعل به درستی در جای خودش قرار داده شده و نکات گرامری هم به درستی توی این جمله رعایت شده. خیلی جالبه، یعنی که این بچه‌ها یک تمایزی بین دو سطح از زبان قائل شدن، بین سطح معنا و سطح ساختار. انگار که یک درک خیلی واضحی داشتن نسبت به ساختار زبان در مقایسه با بچه تک زبانه که فقط به معنا توجه می‌کردن. این تفاوت خیلی ساده نشون میده که این بچه‌هایی که به چند زبان مسلطن نه تنها زبان رو میفهمن و میتونن ازش استفاده کنن، بلکه راجع به اون زبان بیشتر هم فکر میکنن. اصطلاحاً بهش میگیم آگاهی فرازبانی. این بچه‌ها آگاهی فرازبانی یا متالینگویستیک awareness دارن. اما ماجرا فقط محدود به این شناخت ساختار زبان نمیشه. دانشمندان اومدن مطالعه کردن و دیدن که بچه‌های دو زبانه و چند زبانه یک سیستم اجرایی قوی‌تر توی مغزشون دارن، یا le système de contrôle exécutif. این سیستم توی مغز مسئول تمرکز کردن روی چیزی که مهمه و غربال کردن اطلاعات اضافی و به در نخور و منتقل شدن از وظیفه‌ای به وظیفه دیگه است. یعنی بچه‌ای که به طور ناخودآگاه با خانواده‌اش داره فارسی صحبت میکنه، در لحظه میتونه تصمیم بگیره که زبان فارسیش رو خاموش بکنه و هر المان اضافه‌ای که توی مغزش هست رو بذاره کنار، زبان انگلیسی رو بیاره جلو که بتونه با معلم انگلیسیش به زبان انگلیسی صحبت بکنه. و وقتی که این کار رو بارها و بارها به صورت روزانه تمرین میکنه و تکرار میکنه که در موقعیت‌های مختلف بخواد از زبونی به زبون دیگه جابجا بشه، این بخش مغزش هر روز قوی‌تر و توانمندتر میشه انگار. یعنی مغز یاد میگیره به مرور که خیلی سریعتر و حرفه‌ای‌تر بین این مسیرهای شناختی یا کاگنیتیو توی مغزش جابجا بشه و تصمیم‌گیری‌های درست‌تری بکنه بدون اینکه تمرکزش رو از دست بده. همین خاطر توی آزمایش‌های کنترل توجه بچه‌های دو زبانه و چند زبانه خیلی نمرات بالاتری می‌آوردن و عملکرد بهتری از خودشون نشون میدادن. پس آیا برای اینکه بچه ما
بخواد دو زبانه یا چند زبانه بشه، باید اون بچه یه هوش و نبوغ مادرزادی داشته باشه که به صورت پیش‌فرض روی مغزش نصب شده. نه، این یک مهارته که به مرور به دست میاد. و جالب اینجاست که این فقط محدود به بچه‌ها هم نیست، یعنی در مورد بزرگسالان هم این واقعیت صدق میکنه. وقتی حتی شما در بزرگسالی شروع میکنید به یاد گرفتن زبان‌های جدید به طوری که اون زبان‌ها رو واقعا استفاده بکنید، نه اینکه صرفاً یه سری لغات محدود توی اون زبان یاد بگیرید. وقتی این زبان‌ها رو یاد میگیرید، روند پیر شدن مغزتون رو دارید کند میکنید و خیلی دیرتر مغزتون دچار زوال شناختی میشه، چون مغزتون در طی سالیانی که با زبان‌های مختلف درگیره به طور دائم داره این فعالیت تمرکز روی موضوعی که به درد میخوره و کنار گذاشتن دانسته‌هایی که به درد نمیخوره رو تمرین میکنه به صورت روزانه و هر روز دارید توش قوی‌تر و قوی‌تر و ورزیده‌تر میشید. اما چیزی که حتما باید بهش توجه بکنید اینه که همونطور که گفتم استفاده واقعی از اون زبان مهمه، نه فقط یاد گرفتن چند تا کلمه محدود توی یک زبان. یعنی مغز شما باید به طور فعال از همه اون زبان‌هایی که بلدین استفاده بکنه که اون مزایای چند زبانگی برای شما به حد اکثر شکل ممکن رخ بده. اما این استفاده کردن لزوما حرف زدن و نوشتن به اون زبان هدف نیست. آره، یکی از روش‌هاش حرف زدن و نوشتنه که خب بهترین راه استفاده از زبانه، چون شما دارید چیزی رو با اون زبان تولید میکنید، کاری که خب واقعا راحت نیست. وگر شما فقط چند تا کلمه یا ساختار محدود توی اون زبان بلد باشید، تولید کردن کار راحتی نیست. اما میتونید اگر شرایط حرف زدن روزمره به اون زبان هدف رو ندارید، حتی در معرض اون زبان بودن هم میتونه یک جور استفاده فعال از اون زبان باشه. مثلا فیلم دیدن یا کارتون دیدن بدون زیرنویس یا بدون دوبله به زبان اصلی، یا خوندن کتاب و مقاله و نوشته هایی به زبان هدفتون. اینجوری باز هم در حال شما دارید از دانش زبانیتون به صورت فعال استفاده میکنید که متوجه اون اطلاعاتی که داره به شما منتقل میشه بشید. پس به طور کلی دو زبانه بودن یعنی مهارت منتقل شدن از زبانی به زبان دیگر، نه صرفا شناختن یه سری کلمات محدود. پس هر زمانی که شما دارید از دانشتون در یک زبانی استفاده میکنید برای اصلی ترین هدف به وجود اومدن زبان‌ها که ارتباط بودن، در واقع شما دارید به تقویت مغزتون کمک میکنید. یا هر زمان که فرزندتون رو دارید در معرض یک زبان جدید قرار میدید که کارتون ببینه، کتاب بخونه، داستانی بشنوه به اون زبان خارجی، این مهارت رو دارید توی فرزندتون تقویت میکنید که سیستم اجرایی قوی‌تری توی مغزش داشته باشه. خیلی دوست دارم تجربه شما رو هم از دو زبانه یا چند زبانه شدن خودتون یا فرزندتون بدونم، چون مطمئنم که هر کسی تجربه منحصر به فردی داره توی این پروسه که حسابی برای بقیه هم میتونه جالب و هیجان انگیز باشه، چون که مغز انسان ها متفاوته و هر مغزی با عملکردش و مسیری که طی میکنه برای تقویت خودش میتونه یک تجربه فوق العاده باشه که به بقیه هم کمک زیادی بکنه. عملکرد مغز در حیطه آموزش و به خصوص آموزش و یادگیری زبان حیطه مورد علاقه من. پس اگر این موضوع برای شما هم هیجان انگیزه، یادتون نره کانالم رو دنبال کنید تا در جریان جدیدترین ویدئوهایی که میذارم قرار بگیرید.